دوستان، خوش اومده به یکی دیگه از ویدیوهای کانال امیرکرافت و خفن درست کنیم. خب ما میایم اینجا کله کریپرمون رو میذاریم، باروت رو میذاریم و رنگ سبز هم میذاریم. همینقدر کافیه. و بعد این وسایل رو ور میداریم و کاغذ میذاریم، باروت رو همونجوری که میبینید یه فشفشه خیلی جدید و باحال درست کردیم و حالا من نشونتون میدم. خب من یه مپ رو شب میکنم. شب کنیم. خب ببینید همونجوری که شما میبینید کله کریپره و خیلی هم باحاله. امیدوارم که از اون خوشتون اومده باشه. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.